سلام به دوستای گلم، خوبی شما؟ امروز 24 آذره و اولین روز برف پاییزی 1403 هستش. من امروز سر کارم ساعت 5:45. گفتم هم از مغازه‌ام از کارامون براتون فیلم بگیرم، هم از روز برفیمون که ببینید که در طول روز من چیکار میکنم و روزمرگی یک پریا چجوری میگذره. بریم که با هم ببینیم. البته این عینکم از مغازه خودمون هستش با عدسی بلوکات، بهتون نشون میدم. این مغازه ماه، یه مغازه کوچیک فینگلی با کارهای اورجینال. اینم دستگاهی که عینک رو میسازیم، اینم چک میکنیم و دستگاه قهوه هم. بریم بیرون و اینم سلام. بریم بیرون ویدیوی برفمون بهتون نشون بدم. اینم اولین برف پاییزیمونه که شب براتون فیلم میگیرم. دوره سخت اینا رو ببین، ولی خیلی سرده. میخواستم براتون داشتم میرفتم فیلم بگیرم، ولی خب منتها خیلی بودو شد و برف اومد و آبگرم خراب شد و کلی داستانای دیگه پیش افتاد، نخورده بود. من شب براتون رفتم از دوره سخت و نمای بیرون اینا براتون فیلم میگیرن. اولین برفمون بعد 5 سال توی لاهیجان، یکی از شهرهای استان گیلان. بریم که بقیه ویدیو رو بهتون نشون بدم. خب برای شما که خارج از کشورین میخوایم ببینید بلوکات چجوری نکنید. تستر رو میبینید اینجا از این رد نمیشه، دیدین رد نمیشه. این یعنی که نورای آبی، اشعه آبی براتون فیلتر میکنه. عاشق این شغلمم، عینک سازی رو خیلی دوست دارم. ما گشنم شد، سیب زمینی سفارش دادم بخورم. حتما دم لایف استایل ساده رو شروع میکنم، ولی حالا گفتم فعلا این سری بخورم دیگه. سری بعد فعلا تا 3 تا 6 ماه نباید فست فود بخورم تا ببینیم چی میشه. بعد دیگه ماه دیگه باشگاهمو شروع میکنم و میریم باشگاه دیگه. چند روزمرگی براتون ویدیو میگیرم میفرستم از طبیعت‌های ایران، طبیعت‌های گیلان به خصوص. خب دیروز من الان یادم خواب بیدار شدم، انگار تازه خواب بیدار شدم. بعد ماشین گرفتم. دیروز برای اولین بار برف اومده بود که دیدی تو ویدیوها و من امروز دارم میرم سر کار. میخواستم پیاده برم، هم خیلی سرده هم کارام طول کشید تا بوده وسیله رو بردارم و اینا، دیگه نشد. ولی اگه برف بمونه آبش یخش آب نشه من براتون سر ویدیو میدم. من دارم میرم سر کار رو تا مسیر بهتون نشون بدم و بعد میخوام برم موجه بذارم. یعنی 9 تا 1 سر کارم، 4 تا 8 هم سر کارم. بین 1 تا 4 رو میرم برای موجه، یعنی تایم استراحت هم. حالا میتونم برم خونه یا هر کاری دیگه بکنم. امروز کلا شما رو میخوام ببرم برای چیز آماده کنم، چون میخوایم برای شب چله آماده بشیم. بریم که همراه من هم باشیم و لذت ببریم. حتی برف دیشب اومده بود.
رو شهدا. مغازمون. سلام. من تا رسیدم مغازه رو تیز زدم، تمیز شد. الان دارم بساط صبحونه آماده میکنم، صبحونه رژیم رو بخورم. بهتونم نشون میدم. اینکای قشنگمون. اینم نان جو با این و چای من مخونه آماده میارم اینجا بخوریم تو این هوای برفی. قهوه هم داریم، پرمیز نمیتونم قهوه بخورم که من موجه بذارم. نوشه جان. خب مغازه رو بستم، بودو بریم موجه همون درست کنیم، نشونتون بدم. ساعت 1 ظهرم هست. این کوچه هست بریم برای موجه. ما رسیدیم برای موجه. اینم تغییرات من با موجه. من بودو اومدم قدر برداشتم برم مغازه، بریم مغازه بدون باهاتون قشنگ حرف بزنم. سلام، من رسیدم مغازه با این بند بساط. اینم موجه من. این ذره قبلش غیر عادیه ولی خب بعد اوکی میشه. خوبه؟ چطوره؟ ایسی پدرم مشکل بایی کل ریم آباد نیشتیم، کل ریم آباد برفا آف شدن همه ریم آباد رفیق زیاد دارم.